تروریسم و افراطیت در عصر حاضر دامنگیر اکثر کشورهای جهان شده و تا در بسیاری موارد اکثر کشورها را زمینگیر کرده است. در افغانستان افراطیت و بنیادگرایی اسلامی سالهاست که جان انسانها و مشخصاً مسلمانها را میگیره و قربانیان زیاد تا به حال بر جا گذاشته است. منشأ تفکر بنیادگرایی اسلامی در افغانستان چیست و چرا این تفکر هر روز دامنش وسعت پیدا می کند؟ آنچه در حال حاضر گروه‌های اسلامی در افغانستان انجام می‌دهند و به حرکت‌هایشان برچسب دینی می‌زنند، واقعاً این حرکت‌ها جایگاه و ریشه دینی دارد؟ اگر ندارد میتوان گفت که در افغانستان دین در خدمت سیاست است و از دین به عنوان ابزار برای رسیدن به اهداف کلان سیاسی استفاده می شود؟ درود، من سلیمان قیومی هستم و گفتگوی دارم با جناب دکتر محمد صالح مصلح، استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی. جناب استاد، ممنون از اینکه فرصت گفتگو را دادید. تشکر. بحث را از اینجا آغاز میکنیم و میخوایم یک مقدار مشخص صحبت شود. وضعیت رقتبار را که ما افغانها داریم در حال حاضر میگذرانیم بیشتر محصول کدام طرز دید و تفکر است؟ به نام یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما و همه همکاران گرامیتان و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان گرامی ما در هر جایی که هستند به قبولی طاعت، به امید قبولی طاعت و عباداتشان، و همچنین عرض تسلیت داریم خدمت همه خانواده‌های شهدایی که در این روزها مردم افغانستان متقبلی شدند. وضعیت فعلی عوامل مختلفی داره در افغانستان و یه عوامل مجموعاً دست به دست هم دادن تا ما به اینجا رسیدیم. اگر ما تک عاملی نگاه کنیم شاید دید منصفانه نباشه. برخی از این برمیگرده به داخل خود جامعه، برخی از این برمیگرده به مشکلاتی که در منطقه به وجود آمده، برخی هم چالش‌های جهانی است و برخی هم مشکلات فرهنگی. مشکل داخلی است در افغانستان سطح تحصیلات، سواد و فهم اجتماعی به پیمانی نیست که مردم خودشان قدرت تحلیل و تجزیه را داشته باشند. همیشه در گوش مردم گفته میشه و مردم انجام میدن. فرق نمیکنه که در گوش مردم چه کسی گوینده است. همین که مردم خودشان قدرت تحلیل ندارن و خودشان توانمندی استنباط و برداشته ندارن، این خودش یکی از چالش هاست که هر کسی میتونه از بیسوادی مردم، از جهل مردم بهره ببره. مشکل دوم مشکل منطقه‌ای است. افغانستان در طی 2 سال اخیر به گونه صفبندی خودش رو مشخص کرده، رفته به سمت کشورهایی که بیشتر با ایالات متحده آمریکا هم پیمان هستند و کشورهای دیگری که با ایالات متحده آمریکا هم پیمان نیستند. خب طبیعتا اونها خودشان در این معادله جای خودشان پیدا نمی‌کنند و اونها هم با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که دارن برای فشار بر حکومت افغانستان استفاده می‌کنند. متاسفانه حکومت افغانستان نتونسته این توازن نگه داره. بخش دیگری برمیگرده به مشکل جهانی، جنگ در سوریه، در عراق، در یمن. خب برخی از کشورهایی که در اطراف او کشورها زندگی میکنن و منافعشان در اونجا نهفته است، اونا را وادار به این ساخته که بیاین در افغانستان میدان جنگ باز کنن، چون در اینجا از یک طرف در نزدیکی کشورهای آسیای میانه قرار داره، مخصوصا روسیه که در بگونه در خب یمن، در سوریه، کسانی که منافعشان در اونجا نهفته بود تانست اونا را شکست بده و حکومت سوریه را سر پا نگه داره. اونا به گونه‌ای میخواهند در افغانستان با ایجاد چالش بره روسیه نوع هشدار بدن که ما هم یک نقطه ضعفی را براتون میتونیم پیدا کنیم و از اونجا استفاده کنیم. خب جناب استاد، من میخوام سوال ما به نحو دیگر مطرح کنم. میشه شما بگوین که سهم استفاده سو از دین چقدر باعث خرابی وضعیت در افغانستان شده؟ ببینید، یک چالشی که دین داره در تفاوت با سایر مباحث فکری او است که
دین یک امر تجربی است. تجربه هم تجربه فردی است، تجربه جمعی نیست. معرفت شما از خدا و دین با معرفت ما از خدا و دین و معرفت جامعه از خدا و دین فرق میکنه. شناخت هر کدام ما از خدا کاملا متفاوت است. هر کس با توجه با ذائقه خودش، با دانشی که خودش داره، با تحلیل و جهانبینی که خودش داره خدا را میشناسه. به همین خاطر این تفاوت ذائقه ها موجب بر این میشه که قرائت های متفاوت از دین مطرح شود و بیسوادی مردم در عین زمان جنگ طولانی که در افغانستان وجود داشته و دخالت برخی از کشورها در امور دینداری مردم، فتوای که در داخل افغانستان صادر میشه این فتوا بیشتر رنگ خارجی داره، از بیرون وارد این کشور میشه. اینها کمک کرده تا دین در تضاد، در تعارض با منافع ملی افغانستان قرار بگیره. تا زمانی که منافع ملی افغانستان همسویی با دیانتش نداشته باشه و او زمانی میتونه این کار تحقق پیدا کنه که دین از بطن جامعه قرائتش برخیزه. قرائت های دینی که ما در جامعه ما داریم بیشتر رنگ خارجی داره و از کشورهای دیگری خب وام گرفته شده و این موجب بر این میشه که از دین با منافع کشورهای دیگه استفاده شه. وقتی داخل افغانستان میایه او منافع مردم افغانستان نیست، منافع کشورهای دیگری است و دین به گونه‌ای در تعارض با منافع قرار میگیره. یعنی در حقیقت کمسوادی جامعه و سوی هم منافع کشورهای خارجی به نوع باعث شده است تا قرائت را که خارجی ها از دین در خور آدمای کمسواد میتن تشخیص شود که دین نمی است. ببینید تعبیر دیگری ای که ناامنی در افغانستان کاملا یک قرائت دینی در پاکستان است. برای علمای پاکستانی جنگ در افغانستان جهاد است. جهادی که در افغانستان صورت میگیره جهادی نیست که با دیانت مردم افغانستان همسویی داشته باشه. این جهاد بیشتر با دیانت مردم پاکستان همسویی داره. برداشت دینی در پاکستان است که در افغانستان جهاد فرض است، ولی در داخل افغانستان چون این چیزی نیست. به دلیل ای که دین خودش یک نماینده، یک مرکز، یک سمبول نداره که بیایه برای ما بگه که قرائت چه کسی درست است، قرائت چه کسی درست نیست. از اون جایی که فهم دینی یک فهم تجربی است، یک فهم شخصی است. این فهم دینی که در پاکستان است، تجربه شخصی پاکستان میایه وارد افغانستان میشه و در تعارض با منافع ملی افغانستان قرار میگیره. پس در حقیقت میتونیم بگیم که دین به عنوان یک ابزار برای تأمین منافع کشورها قرار گرفته در افغانستان. از قرائت خودش پاکستان برای تأمین منافع خودش یا عربستان یا هر کشور دیگری استفاده میکنه، میایه در داخل افغانستان. وقتی این میتونه به منافع افغانستان باشه که ما قرائت افغانیزه را داشته باشیم. خب در حقیقت این پروسه را که کشورهای خارجی تا به حال به پیش بردن به نوع موفق بودن. البته برای تأمین منافع خودشان کاملا، ولی برای ما افغان ها موفق نبوده. خب به نوع استفاده ابزاری صورت گرفت و کارهاشان را به پیش بردن. این میتونه موفقیت یک مخرج مشترک است که اونها از این ابزار استفاده میکنن برای تأمین منافعشان. این به معنای این نیست که عین این فهمی را که ما امروز در افغانستان عمل میکنیم این فهم یک فهم جعلی در پاکستان باشه. نه، کاملا علمای پاکستان به این معتقدند، باورشان بر است که در افغانستان چون این چیزی وجود داره و زمان این باور با یک چالش مواجه میشه که ما در داخل افغانستان یک الترناتیو بدیل داشته باشیم که بتونه در برابر این باور مقاومت کنم. فرض کنید مثلا دو تا نمونه را، قرائت دینی عربستان سعودی با قرائت دینی جمهوری اسلامی ایران در ایران، کاملا دو تا قرائت است که هر دو معتقدن. این به معنای این نیست که کسانی که در سعودی نشستن برداشتشان یک برداشت جعلی است، ابزاری است، اونا از دین به عنوان ابزار استفاده میکنه. نه، معتقد است که خدای متعال به ما دستور داده که تو برو در یمن حوثی ها را مثلا سرکوب کن. اساسا باورش بر این نیست، چون او قرائت مبتنی بر جغرافیایی به نام عربستان است و در عربستان این قرائت یک قرائت کاملا درست و بجاست، ولی وقتی این را ما وارد میکنیم بر کشور دیگری فاجعه خلق میکنه. حالا قرائت دینی هم که در افغانستان وجود داره، این قرائت در یک کشور دیگه کاملا جوابگو و مثبت است، ولی وقتی وارد افغانستان میشه چون با سرشت ما گره نخورده، این قرائت یک فهمی نیست که از دل ما برخواسته باشه، از بن ما برخواسته باشه، منافع ما را در نظر بگیره. نه، وقتی این قرائت با منافع ما و از درون ما برنخواسته، طبیعتا یک قرائت است که از بیرون آمده و او در صدد تأمین منافع دیگری است و او از این استفاده میکنه برای تأمین منافع. بسیار خوب. منافع کشورها ایجاب میکنه که قرائت دین را به نوعی که خودشان خواسته باشند به کشور افغانستان یا کشورهای دیگر فقیر در جهان او را پیاده بسازن و در خور مردم و کشورها بدن. اما اینجا برمیگرده به ما افغانها و به کسانی که در منابر مساجد سخن میزنند و خطابه ایراد میکنند.
به نظر شما چقدر منابر مساجد در عصر حاضر تانسته پیام واقعی اسلام را در خور مردم و خصوصا مسلمان ها و افغان ها بتن؟ ببینید، ما در تئوری در جامعه اهل سنت یا افغانستان قرار داریم. در تئوری معتقد به روشنگری هستیم ولی در عمل نه. در منابع روایی اهل سنت آمده که خداوند در رأس هر 100 سال یک کسی را میفرسته تا دینش را تجدید کنه. وقتی ما مسئله تجدید به میان میاریم، یعنی یک فهمی دیگری که زمانمند بوده و او دیگه در زمان ما قابل عمل نیست، این میایه و این فهم جدید جانشین یک فهم تاریخی میکنه و این در تئوری کاملا یک تئوری مدرن است، ولی در عمل ما چون این چیز را نداریم. چالش اصلی ما چه در منبرهای مسجد ما چه در مدارس دینی ما است که فهم حاکم در مدارس دینی یک فهم بروز نیست، یک فهم امروزی نیست. تفکر حاکم یک تفکر امروزی نیست. ما انسان امروزی هستیم با یک تفکر 1000 سال قبل، با یک تفکر 7 قرن قبل. یعنی شما با این عقیده هستن که ما باید به گفته خارجی ها دین را اپدیت بسازیم و تجدید؟ ببینید، به گفته خارجی ها نه، من دوست دارم به گفته خود ما، چون وقتی ما معتقدیم که در رأس هر 100 سالی یک انسانی در اسلام فرستاده میشه از جانب خدای متعال که او بره دین را دوباره احیا کنه، احیاش به معنای این نیست که مردم از دین دور شوند. همین اکنون شما در بازار در هر جای میبینید که انسان ها هستند از گرسنگی در فرط و اوج گرما روزه میگیرن. خب این نشان دهنده دینگریزیشان نیست. در عین ای که روزه میگیرن و به احکام اسلامی عمل میکنن، اما هر روزه عقب ماندن. چرا؟ مشکل در کجاست؟ مشکل در دینگریزی مردم نیست، مشکل در فهمی است که برای مردم القا میشه و این فهم تاریخی است. این فهم 200 سال قبل است. مثل این که امروز ما برای ارتباطات ما برای خب روابط اجتماعی ما از چیز به نام تلفن استفاده میکنیم، از چیز به نام پیامک استفاده میکنیم. دیگه کسی ورقی نامه‌ای نمیفرسته. به همین پیمانه فهم دینی هم باید بروز شود و فهم دینی هم امروزی شود. خب این کار نشده هنوز. متاسفانه در منبرهای مسجد ما چون این چیز صورت نگرفته، در مدارس ما چون این چیز صورت نگرفته. عوامل مختلفی هم داشته، عاملی مثل جنگ، عاملی مثل فقر، عاملی فقدان یک برنامه‌ریزی درست از رأس حکومت افغانستان تا 15 ساله که آمده در افغانستان هیچ برنامه‌ای نداشته. شما در دستگاه حکومتی برید، در هر بخش یک چیزی وجود داره، ولی در حوزه فهم مفاهیم دینی و همچنین برنامه‌ریزی در حوزه علوم اسلامی کاملا در یک فلاکت به سر میبره و پیشتر وامدار کشورهای همسایه و کشورهای دیگر است. آن چیزی که حدوداً 1400 سال قبل ظهور کرد به نام دین اسلام و حال ما پیروش به عنوان مسلمان ها هستیم، در عصر حاضر چون شرایط او زمان فرق میکرد و شرایط فعلی فرق میکنه، نیاز به تجدید است، نیاز به بازنگری است. ببینید، اقبال لاهوری یک تئوری را مطرح میکنه. میگه اسلام را شما فرض کنید که به مثابه یک اقیانوسی است، بسیار بزرگ و وسیع، و در دل اقیانوس گوهرهای ناب نهفته است. در هر زمانی در هر برهه‌ای افراد پیدا میشن که با غواصی خودشان از دل دریا دانه های گرانبها را به دست میارن. ما هنوز هم با دانه های گرانبهای 100 سال 200 سال قبل زندگی میکنیم. خود ما چیزی برای گفتن نداریم، حرفی برای گفتن نداریم. در جهانی که ما زندگی میکنیم چنان خب انقلاب اطلاعات فراگیر شده که شما یک کلیک کردن از اینجا با امریکا در تماس هستین، ولی مسلمان ها هنوز هم حرف جدیدی برای گفتن ندارن در برابر نظام اقتصادی موجود، در برابر سیاست‌های جاری، در برابر تعامل با کشورهایی که اونها مسلمان نیستند، در برابر روابط اجتماعی که ما باید با سایر افرادی که اونها مسلمان نباشند ما چگونه برخورد کنیم. هنوزم بحث ضمنی در گفتمان علوم اسلامی مطرح است، هنوزم بحث حربی در گفتمان علوم اسلامی مطرح است. چیز به نام سازمان ملل متحد که جدید به وجود آمده شما در کتاب‌های فقهی به صورت درستش پیدا نمی‌تونید. اکنون روابط کشورها بر مبنای یک قرارداد جهانی صورت میگیره، چون این قرارداد جهانی رو ما متاسفانه نداریم و علوم اسلامی دستش کوتاست. بسیار خوب جناب دکتر، افغانستان به عنوان کشور نهایت سنتی و به شدت دینی و قرائت که از دین وجود دارد، چقدر شما مطمئن هستین و میدانین که اینمی حرفی که شما به عنوان تجدید و بازنگری از دین دارین مورد قبول منابر مساجد و ملاها و دستگاه های دینی در افغانستان است؟
ببینید عرفی که در یک جامعه نهادینه میشه، این عرف سالها طول میکشه تا جا بیفته. یک عرف وقت جای عرف دیگری را میگیره، دست کم یک نسل 40 سال 30 سال باید تغییر کنه. افغانستان بعد از 30 سال اکنون یک نسل جنگ طلب را با خودش داره. ما از مرحله‌ای که تجاوز اتحاد جماهیر شوروی بر افغانستان صورت گرفت تا اکنون ما نسل جنگیم. خواهی ناخواهی گرد و غبار و ریزه های جنگ هنوزم در پستوی ذهنی ما نه تنها وجود داره بلکه عملا هم هست و ما با این دست و پنجه نرم میکنیم. متاسفانه تعدادی چون منافعشان به خطر میفته فکر میکنن که داعیانی که برای اصلاح مفاهیم و فهم یا برداشت های دینی تلاش میکنن اینها بر ضد دینن و برای افکار عمومی چنین تبلیغ میکنن که کسانی پیدا شدن میخوان دین از بین ببرن و این کاملا برای مردم قابل فهم است. میفهمون برای مردمی که این تبلیغ میشه و مردمی که قدرت تحلیل و تجزیه ندارن فکر میکنن کسانی پیدا شده واقعا میخواد دینشان از بین ببره، در حالی که پروژه روشنفکری یا کسانی که داعیه‌دار فهم جدید از دین هستند اینها از سر دلسوزی میخواهند مسلمان ها را کمک کنن. من یک جمله از احمد شاه مسعود خدا رحمتش کنه شنیده بودم، میگفت که ما میخواهیم دینی داشته باشیم که با جهان در همسویی زندگی کنیم، دینی باشه که به کشورهای دیگری تعرض نکنه و روشنفکران دینی در تلاش هستند که هیچ روشنفکر دینی وقتی کلمه دین در پسوند خودش میگنجانه در پی این نیست که دین مردم بدزده، او درد دین داره، ولی دین را که ما امروزه در جامعه به او پایبند هستیم این دین نیازهای ما را جواب نمیگه و او در تلاش از جوانی که مثلا در فرانسه تحصیلاتش ادامه میده، جوانی که در انگلستان تحصیلاتش ادامه میده، در آمریکا تحصیلاتش ادامه میده، با انبوه از سوالها مواجه میشه که این در حوزه دینی خب با اون نگاه سنتی جواب نداره و این روشنفکرها هستند که جوابهای مدرن را برای یک جوان مسلمانی که در کشورهای غیر اسلامی میره زندگی میکنه برای از او پاسخ پیدا میکنه. یعنی هدف این است که دیگر ملاها و کسانی که در منابر مساجد در افغانستان صحبت میکنن و سخنرانی میکنن نمیتونن از آدرس دین مشخصا نیازمندی های مردم را و جوانان در حال حاضر پاسخ بدن و مرفوع کنند. ببینید بحث این نیست که اونها نمیتونن، بلکه فهم حاکم موجود چون این توانمندی را نداره. این به یک طبقه بر نمیگرده، به فهم عموم اجتماعی برمیگرده. تفکر حاکم در جامعه ما قدرت این را نداره که نیازهای موجود جامعه ما را جواب بده و ما نیاز داریم به یک تحول، به یک جهش و این جهش ضرورت داره که در قالب، در یک کانتکست یا در یک چارچوب مشخصی که اسلام برای ما مشخص کرده ما در اون کانتکست و چارچوب باید جهش انجام بدیم. چنانچه ما در کشورهای اسلامی چنین چیزی را داریم. همین اکنون ترکیه را که ما داریم دستاوردهایش در عینی که مردمش مسلمان است، در عینی که آموزه های اسلامی در اون کشور وجود داره، ولی یکی از کشورهای صنعتی و یکی از کشورهای مدرن اسلامی است و خیلی از مسائل دیگری با توجه به وضعیت و امکاناتی که در اختیار افغانستان قرار داره ما میتونیم یکی از کشورهای خوب و الگویی باشیم در میان کشورهای اسلامی و بتونیم این فرهنگ را به کشورهای دیگه هم صادر کنیم، نه البته متاسفانه تروریسم. بسیار خوب. جناب دکتر ما میخوایم که تعریف مشخص شما را از عالم دین و ملا بدانم. ببینید در کشورها البته کلمه ملا، مولوی، مولانا، شیخ، حجت الاسلام اینا کلمه هایی هستند جغرافیایی. مثلا در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران به نام حجت الاسلام آیت الله یاد میشه، در کشورهای عربی حاجی خلیل شیخ یاد میشه، در کشورهای مثل پاکستان خب مولوی یاد میشه یا مولانا، در ترکیه هم بوده، البته در افغانستان هم. ما معمولا این کلمه را برای کسانی اطلاق میکنیم که اونها دانش دینی دارن. در سطح یا در تعریفی که در فقه صورت میگیره او است که ما یک تعداد کسانی را داریم که مقلدند، مقلد محض و مقلدی که در حوزه دلیل کار میکنن. مقلد محض عامه جامعه است که در پی دلیل نیست، ولی مقلدین دیگری که در کانتکست یا چارچوب مذهبی به نام حنفی تقلید میکنن، اینها میرن از ادله‌ای که بزرگان حنفیه مطرح کردن از او استنباط میکنن و میارند برای جامعه، خب در اختیار جامعه قرار میدن. متاسفانه ما اینمی چالش را هم مواجه هستیم که در شرایط فعلی حتی هم وجود نداره. بیشتر چیزی که در حوزه گفتمان دینی ما برای مردم القا میشه بیشتر فهم شخصی و عقده هایی که هر کسی در دل خودش نسبت به کسی دیگری داره
داره میآید در اونجا مطرح میکنه. منبر مسجد برای ارشاد و امیدواری مردم است. برای این نیست که ما مردم دل زده کنیم، برای این نیست که ما آبرو و عزت و شخصیت دیگر را تحقیر و توهین کنیم، برای این است که مردم در اونجا میآیند و گفته مولانا که میگفت هر که هستی بازا، گر گبر و بت پرستی بازا. این درگاه من درگاه ناامیدی نیست، که این نص صریح قرآن کریم هم هست که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو به بندگانم که اونها در مورد خودشان زیاده روی کردن، از رحمت خدا ناامید نباشند. منبر مساجد برای امید دادن به مردم است، برای امیدوار ساختن مردم. پس وضعیت فعلی در جو افغانستان بیشتر حرفای شما را تایید میکنه، یعنی کسایی که در منابر هستند کسایی هستند که زیاد با وجودی که میدانند واقعیت‌های دینی و اسلامی را، اما بر اساس منافع شخصی خود سخن میزنند. من باور دارم که اینها واقعیت‌های دینی را هم خیلی از اینها شاید ندانند، به دلیل از این که بستری که اینها دانش دینی را فرا گرفتن این بستر یک بستر درستی نبوده و خیلی هم نگاه تقلید محورانه است. مثلا ما عمدتاً هرچه از استادان ما به ما گفتن ما همون رو قبول داریم، یا هرچه در فلان کتابی که 2 قرن قبل 3 قرن قبل نوشته شده و هرچه فلان عالم دینی که در تاریخ آمده ما او رو قبول داریم. مثلا شما در تحریم نوروز که برید، هرچه حرف را که ملا علی قاری گفته او حجت است، در حالی که ملا علی قاری هم یک انسان است همچون ما. در برخی از جاها نظرش درست است، برخی از جاها قابل نقد است. ما در پی نقد نیستیم. تفکر نقاد در حوزه دینی هنوز جای خودش باز نکرده. در جامعه ما تفکر تقلیدی حاکم است تا تفکر نقاد. وقت علمای دینی ما در منبر مساجد سخن را بر زبان میاره، جامعه هضم نمیکنه، جامعه تحلیل نمیکنه که چی میگه واقعا حرفی که روحانی دینی در منبر مسجد گفت یک حرف درست نیست یا نه. بسیار خوب. پس جناب دکتر شما میشه که برای مردم توصیه کنین که پس از این دیگر پای سخنان ملاها در مساجد ننشینند؟ البته نه، هرگز چنین چیزی را نمیکنم، بلکه توصیه میکنم چه به روحانیان دینی به چه به مردمی که در پای منبر میشینن، هر سخنی را که میشنون اول درک کنن، تحلیل کنن که واقعا چنین سخنی میتونه برایشان قابل قبول باشه یا نه. چون قرآن کریم صراحت میگه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. به اون بندگانم بشارت بده که سخن را میشنوند و از بهترینش پیروی میکنن. حالا هر کسی میایه سخن میگه، هر کسی سخنرانی میکنه، سخنرانی کنه، هر کس حق داره تبلیغ کنه، هر کس حق داره اظهار رأی کنه. ما رأی هیچ کس را نباید بند بسازیم و نظر هیچ کس را نباید سرکوب کنیم. هر کس با تفکر تند خودش هم ارائه کنه، ولی مردم باید قدرت غربال داشته باشه. مردم باید ایره درک کنه که چون این سخن میتونه پذیرفتنی باشه یا نمیتونه. اما شما میگین که بیشتر منابر به جای تبدیل شده که ملاها سخن شخصی خود را بیان میکنن، نه آنچه پیام دین شخصی. ببینید ما یکی داریم سخن شخصی، یکی فهم شخصی. سخن شخصی است که برای منافع خودش صحبت میکنه و هیچ ملایی به منفعت خودش صحبت نمیکنه، ولی فهم شخصی خود از دین ترویج میده. شناخت خودش از دین را فکر میکنه عین دین است. مثل این که من شناخت شخصی خودم از دین فکر کنم که عین سخن خدای متعال است و این اشتباه است. به هر پیمانه، حالا فرض کنید من یک مثال را به شما میزنم، هر کسی که یک مرحله از دانش طی میکنه به همون پیمانه یک تحلیل از جهان پیدا میکنه. اگر شما یک شاگرد صنف 12 از او بپرسید، یک شناخت از دنیا داره، از جهان داره. وقت لیسانس میرسه او یک شناخت داره، ماستر میشه یک شناخت داره، دکترا میرسه یک شناخت داره. به هر پیمانه‌ای که ملاها مربوط به کدام دوره است میتونید مشخص بیشتر دوره سنت است. ما هنوزم در یک دوره سنتی زندگی میکنیم و در شرایط فعلی ما نیاز نداریم که در شرایط سنتی و در دید و تفکر سنتی زندگی کنیم. ما معتقدیم که با توجه به نیازمندی های اجتماعی که وجود داره و با توجه به ضرورت های مسلمان ها در شرایط فعلی، نیاز به یک فهم جدید، به یک آپدیت کاملا حساب شده ضرورت داریم. توانایی برای گذار را شما در وجود ملاها و کسانی که در منابر تبلیغ میکنن میبینید؟ البته این یک برنامه ریزی بسیار کلان را میسنجه که باید حکومت افغانستان در این مورد سرمایه گذاری کنه. یعنی هنوز نیست این ظرفیت وجود نداره. متاسفانه ما تا هنوز چنین چیزی را ندیدیم. بسیار خوب. جناب استاد میشه سریع صحبت کنین که بیشتر ما در افغانستان دیدگاه بنیادگرایی اسلامی و افراطگرایی هر روز داره جان مسلمان ها، مشخصا انسان هایی که در این جغرافیا زندگی میکنن را میگیرن. در افغانستان محصول این تبلیغات بیشتر کدام گروه ها هستند؟
من اولا متاسف هستم که کسانی به نام اسلام آدم میکشن و ما به عنوان یک مسلمان از هر کسی که به نام اسلام کشته میشه معذرت میخواهم، به دلیل اینکه به باور و شناخت ما اسلام دشمن انسان ها نیست. اسلام کشته شدن یک انسان مساوی با کشته شدن تمام انسان ها در روی زمین میدانه و کسانی که به نام اسلام آدم میکشن قطعا ما از اونها متنفر و بیزار هستم. ببینید جهان اسلام شاید برخی ها تعبیرشان است که گرفتار یک درد زایمان است و برخی ها تعبیرشان است که نه، فرو رفته در یک برهوت از خشم و نفرت و کدورت. درد زایمان است که جهان ما در حال تحول است. بر مبنای گزاره‌های علمی که پیش بینی میشه کشورهای رفتند یک دوره از نزاع و درگیری را گذشتاندند، رسیدن به دوره مدرن و حالا هم پست مدرن. جهان اسلام هم درگیر یک نزاع است و این نزاع درد زایمان است که جهان اسلام شاید یک قرن 2 قرن با این دست و پنجه نرم کنه تا بره به اون مرحله برسه. و تفکری که در جهان اسلام هم حاکم است تفکر سنت است، ولی در دل سنت یک تفکر مدرنی هم در حال شکل گیری است به نام روشنفکری دینی، که روشنفکری دینی در صدد است تا فهم دینی را در قالب تعریف زمانی خودش مدرن بسازه و در عین حفظ هویت اسلامی مسلمان ها را با یک نگاه مدرن با جهان مواجه بسازه. در این نگاه چند تا خصوصیت وجود داره. او است که حس تنفر نسبت به دنیا در نگاه روشنگرانه دین وجود نداره، در حالی که نگاه کهن است که دنیا دشمن ماست، دلبستن به دنیا کفر است، یکی دنیا پرستی است، یکی هم استفاده از دنیاست. روشنفکری دینی دشمنی با دنیا نداره، بلکه دنیا را یک مرحله برای رسیدن به یک مرحله برتر میدانه. تفکر دومی که در این قرائت وجود داره او است که ما نگاه ما به جهان نگاه مشترک است، نگاه کار مشترک است، نه نگاه حذف. ما در نگاهی که تاریخی داریم متاسفانه کسانی که در یک کشور اسلامی زندگی میکنند به عنوان ذمی با اونها برخورد میشد، به عنوان شهروند درجه 2 برخورد میشه. حقوق و امتیازات را که یک شهروند مسلمان داره او از او بی بهره است. در این نگاه فرق نمیکنه در کشور اسلامی چه زندگی میکنه، در این کشور مردم چه میخواهند و کسانی هم که در اینجا به عنوان شهروند زندگی میکنن همچون مسلمان ها دارای حقوق و امتیازند. تفاوت سومی که وجود داره، بگذارید سومش هم بگم، او است که در نگاه مدرن قدرت در دست مردم است. نهادی که به نمایندگی از خدا بر مردم حکومت کنه چون این نهادی وجود نداره. این مردمن به نمایندگی از خدا، صلاحیت را خدای متعال برای امت داده، برای بندگان خودش داده و اینها هر کسی را که انتخاب کردن او به عنوان نماینده بر اینها حکومت میکنه و اگر روز هم تشخیص بدن که این آدم صلاحیت حکم روایی را نداره دوباره پس سلب صلاحیت میکنن. بسیار خوب. سوال من مشخصا مورد به ترویج تفکر بنیادگرایی و افراطگرایی اسلامی بود. از سخنان شما برمیآید که ما هنوز در مرحله سنتی قرار داریم، چون نظر به حرف شما بیشتر نفرت در دوران سنت یا اسلام سنتی وجود داشت. یعنی ما هنوز در اون دوره قرار داریم و محصول این تفکر افراطگرایی و بنیادگرایی دوره اسلام سنتی است. بگذارید ادامه او را با این گره بزنم. دیدگاه دوم است که اسلام یا جهان اسلام در یک برهوت از خشم فرو رفته. او تحلیل است که جهان اسلام با چند تا چالش مواجه است و چالش هایی که فرا روی جهان اسلام قرار گرفته این چالش ها حل نشده، تبدیل شده به عقده. یک فقری که در جهان اسلام حکم فرماست این فقر خودش موجب نفرت و عقده شده. دوم، حاکمانی که در جهان اسلام حکومت میکنن بیشتر در تناسب با این که منفعت مسلمان ها را در نظر بگیرن منفعت شخصی خودشان و کشورهای غربی را در نظر میگیرن. سوم، جهان اسلام خودش خود مدیریتی را یا مدیریت خودش را، انسجام خودش را از دست داده و تکیه داره بر قدرت‌های بیرونی. قدرت‌های بیرونی هر کدام با توجه با منافع خودشان در جهان اسلام تصمیم میگیرن. این موجب بر این میشه که هر کشوری برای خودش یک دهلیزی و سربازی انتخاب کنه. بسیار خب. شما از 3 مورد یاد کردین: فقر و بیشتر وابستگی نظام به حاکمان که خواستهای خود را میخواین زیاد عملی کنند و همچنان عدم مدیریت و توانایی برای مدیریت وضعیت. پس میتونیم ما ترویج تفکر بنیادگرایی و افراطگرایی را به نوع توجیه کنیم نسبت به او کسایی که در امی وضعیت در 3 مورد که شما یاد کردین قرار گرفتن و در نهایت امر مجبور به
دنبال کردن تفکر بنیادگرایی و کاملا شما چنین تجربیات را در کشورهای دیگه هم می‌بینید. ذات دین یا جوهره دین با خشونت ارتباط نداره. قرائت‌های دینی وابسته به بستر اجتماعی و تفکر حاکم است. شما در یک کشوری که در اونجا امنیت و آسایش حکم فرماست، وقتی برید قرائت دینی کاملا صلح‌آمیز، نرم است، انعطاف پذیر است. ولی در یک کشور اسلامی که فقر در اونجا حاکم است، دو تا نگاه را میتونید پیدا کنید. یک، توجیه فقر، قرائت دینی کاملا در امتداد است که فقر باید ادامه پیدا کنه، و تفکر دیگر است که بر علیه فقر باید شورید و جنگید. هر دو تفکر ناشی از فهم اجتماعی است. این بستر تاریخی است که قرائت دینی را شکل میده. و متاسفانه در جهان اسلام با توجه با وضعیتی به وجود آمده، دین هم به گونه در یک رابطه یا در یک داد و ستدی با خشم و خشونت قرار گرفته. چون وقتی خواننده، قرائت کننده، مخاطب فقیر است، از متن دین یک برداشتی را داره که او با فقر او همسویی میکنه. بسیار خوب. اگر بریم یک مقدار مشخص‌تر روی وضعیت افغانستان صحبت کنیم، در حال حاضر بیشتر افکار عامه و ذهن عمومی مردم در افغانستان توسط کدام جناح‌ها بیشتر مدیریت و کنترل میشه؟ چون ما در آغاز بحث هم گفتیم که ما به عنوان یک کشور سنتی و به شدت دینی، پیروان مسائل دینی، بیشتر گره خورده سرنوشت با بحث‌های ملاها و یا هم عالمان دینی که بیشتر نقش زیاد در وضعیت فعلی ندارند. کنترل وضعیت، کنترل اذهان عامه در افغانستان فعلا در دست کدام گروه‌ها است؟ وضعیت حاکم نشان میده که کنترل وضعیت در دست کیست. چیزی که در افغانستان بعد از فروپاشی حکومت طالبان بسیار اهمیت داشت و این بود که حکومت یک برنامه مشخصی برای مدیریت فرهنگی کشور نداشت و با توجه به خلأ موجود در داخل افکار عامه در داخل جامعه، برای یک تعداد از گروه‌هایی که در پی ترویج اندیشه افراطگرایی یا دست کم انعطاف ناپذیر فعال بودن، بستر برشان فراهم شد و اوها سربازگیری کردن. امروزه هم قویاً کار میکنن و خیلی هم برشان زمینه باز است. مشکل دیگری که افغانستان با او مواجه است بر مبنای فهم و تحلیل من است که حکومت افغانستان تصمیم گرفته سیاست خارجیش را با منافع ایالات متحده آمریکا گره بزنه و سیاست دینیش را با کشور عربستان سعودی. و این دو تفکر، این دو رشته یا قرائت یا این دو انتخاب وضعیت کشور ما را به این طرف کشانده. خب بیشتر فکر میکنین که قرائت عربستان از دین در جو افغانستان حاکم است و بیشتر آنچه در افغانستان میگذره بیشتر برگرفته شده از قرائت دینی عرب ها و خصوصا مشخصا عربستان است؟ البته به صورت عموم نمیشه گفت، ولی چیزی تلاش که در دستگاه حکومت وجود داره و فعالیت هایی که در دستگاه حکومت آدم فکر میکنه انجام میشه در صدد ایستن که ما بر اساس تعریف کلان از سیاستی که در افغانستان باید داشته باشیم بیشتر با همسویی با کشورهای حاشیه خلیج. شما چنانچه این مسئله را در حمایت افغانستان از حمله عربستان سعودی بر یمن در اونجا به خوبی میتونید بینید. و پس هدف تانی است که قرائت عربستان از دین اینمی انفجار و انتحار و ترویج بنیادگرایی و افراطگرایی است؟ البته چنین نیست به این شکل هم، ولی به گونه یک بستر فراهم میسازه برای استفاده سو. قرآن کریم زبان نداره و فهم عربستان سعودی هم جز از طریق دستگاه خودش برای خود عربستان سعودی. وقتی ما او فهم را در اینجا وارد میکنیم جواب معکوس میده. این در خود عربستان سعودی جواب معکوس نداده، کاملا در امتداد منافع عربستان سعودی است. وقتی او قرائت بدون از اینکه غربال شود، بدون از اینکه انحلال پیدا کنه در بستر اجتماعی ما، وقتی او اینجا وارد میشه جواب معکوس میده. این نیست که حتما تفکر عربستان سعودی انفجار باشه. بسیار خوب. شما میتونین توصیه کنین برای مردم که پس از این برای دانستن قرائت واقعی اسلام و پیام واقعی اسلام و پای سخنان کیها بنشینن و گوش فرا بدن؟ من هیچ کس را توصیه نمی کنم که به پای سخن چه کسی بشینه. به هر کسی این حق را میدم که سخن هر کسی را گوش کنه. انتظار ما است که به همون پیمانه‌ای که خودش دوست داره در یک جامعه زندگی کنه و برای خودش زندگی کنه و تفکر خودش در زندگیش حاکم باشه، برای دیگران هم حق را بتن که خودش برای زندگی خودش تصمیم بگیره و خودش برای خودش فکری بکنه. این که ما اعمال فکر میکنیم، این که ما تحمیل میکنیم تفکر ما را بر دیگران، این کاملا یک چیز نادرست است و کاملا نگاه انحصارگرایانه است. پس از این مردم
اینا ملاها را از منابر مساجد پایین بکشن؟ نه قطعا علمای دینی با توجه با فراگیر شدن عقلانیت، اگر در جامعه ما تفکر عقلانی فراگیر شود، علمای دینی هم تلاش خواهند کرد تا چیز را ارائه کنند که به ذائقه عقل خوش بخوره، یعنی مردم یا برای را... مردم قابل تحلیل باشه. اگر یک بار یا دو بار ما یک قرائت دینی را به چالش بکشیم، مرحله سوم قطعا تفکر بدیل جای او را میگیره، قرائت بدیل جای او را میگیره. ببینید ما در اسلام مباحث را داریم که این مباحث یک اصول خاص خودشون دارن. در اصول حدیث یک بحثی است، میگن هرگاه روایت از پیامبر گرامی اسلام نقل شود که در تضاد با صریح عقل قرار بگیره، ضرورت نیست که شما دیگه تحقیق کنید که حدیث درست است یا نه. وقتی در تضاد، در تعارض با صراحت عقل قرار داره، شما اونگاه بدانید که حدیث جعلی است. این یک اصل بسیار مسلم و پذیرفته شده در میان علمای اسلامی است. ما وقتی میبینیم که در روز رمضان در داخل مسجد، در ملأ عام افرادی کشته میشن که هیچ گناهی را ندارن، دیگه ضرورت به این نداره که ما تحقیق کنیم این کار مسلمان است یا نه. او زمان هر مسلمانی میدانه که این کار اسلام نیست و اسلام طرفدار این تفکر نیست، هر چند کسانی که این کار انجام میدن با داعیه اسلام انجام بدن. ما افراد زیادی را داریم که با داعیه اسلام سرقت میکنن، با داعیه اسلام میرن آدم کشی میکنن. این به معنای این نیست که تفکر اسلامی این تفکر باشه. اما کسی که میای انتحاری میکنه با چه اعتقادی، با چه توجیهی، با چه جهانبینیه؟ قبلا مطرح کردم چیزی که متاسفانه در جهان اسلام، مخصوصا در حوزه کشورهای افغانستان و پاکستان و برخی کشورهای دیگری حکم فرماست، او تفکر تقلیدی است، تفکر جزمی است، تفکر انحصارگرایانه است. ما فکر میکنیم که تنها خدای متعال خدا یک فرد است، خدای مثلا فلان مولاناست و هر چه او میگه او به نمایندگی از خدا صحبت میکنه. فکر نمیکنیم که خدای متعال همه هستی را خلق کرده و افرادی که در کشورهای دیگه هم زندگی میکنن اینها هم با خدا در ارتباط دارن. وقتی پدیده دین تجربی است و انسان خودش بر اساس تجربیات و درایت و فهم خودش به خدای متعال نزدیک میشه، چگونه ما در حق دیگران قضاوت میکنیم؟ و او حذف عقلانیت است از جهان اسلام. ما تفکر فلسفی و عقلانیت را وقتی از هر جامعه برداریم، در اونجا جهل و تقلید حکم فرما میشه. همون قسمی که شما در برما میبینید که بوداییان مسلمان ها را قصابی و سلاخی میکنن، این ناشی از این نیست که در طینت دین بودایی نفرت و خشم باشه، بلکه در حذف عقلانیت در هر جامعه میتونه او فاجعه به بار بیاره. متاسفانه وقت شما عقلانیت از حوزه دینی حذف کنید، تحلیل را از حوزه دینی حذف کنید، نقد گفتمان حاکم را در جامعه اسلامی حذف کنید و شما وقت دیدگاه یک عالم به چالش بکشید، این به معنای این باشه که شما کافر شدید، خب طبیعی است که تبعات خشونتبار را در پی داره و او عالم تبدیل میشه به عنوان نماینده خدا. ما در حوزه اسلامی حوزه اعتقادات را تقلید نداریم، در حوزه اعتقادات اجتهاد است. یعنی این که یک انسان چگونه رابطه‌اش با خدا برقرار کنه، نمیپرسه که فلان عالم در این مورد نظرش چیست، او خودش باید خدا را برای خودش حاضر بسازه. قرآن کریم به صراحت میگه دیگه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب میگن ما اسلام آوردیم، همون قسمی که دیگرها هم انجام میدن، ما ایمان آوردیم. خدا میگه بگویید که شما ایمان نیاوردید، چون هنوز ایمان دلهای شما را فرا نگرفته. ایمان زمانی دل ما را فرا میگیره که ما با تجربه خود ما خدا را درک کرده باشیم. نمیتونه این تجربه ایپایی باشه. بله، مشخصا بریم سر حرکت های طالبان صحبت کنیم به عنوان یک گروهی که گاه او را برادر خطاب میکنن، گاه هم گروه مخالف سیاسی دولت خطاب میکنن. آنچه حرکت ها و عملکردهایشان صورت گرفته در افغانستان نشان داده که یک گروهی هستند که به خاطر رسیدن به اهداف سیاسیشان و یکی از اهدافشان هم که اعلان کردن که امارات اسلامی در افغانستان است. این حرکت ها چقدر مبنای اسلامی داره و نظر شما چی است در این مورد؟ ببینید، چه نظریه طالب چه نظریه حکومت افغانستان، هر دوش تا هنوز در قربال نقد قرار نگرفته، به دلیل از اینکه هیچ کدام آماده نبودن تا تفکر را که در پیش گرفتن این تفکر به نقد و به چالش کشیده شود. وقتی به چالش کشیده نشود، وقتی هر تفکری خودش عمل کنه و خودش قضاوت کنه، طبیعی است که هر دو تفکر میتونه چالش خلق کنه. متاسفانه در جهان اسلام این تفکر تنها چه در طالبان، چه در حکومت افغانستان، چه در کشورهای دیگری، این تفکر یک تفکر فراگیر است
و تاکنون هیچ تفکری به چالش کشیده نشده و زمانی تفکر طالبان به یک تفکر مدرن تبدیل میشه که تفکر به چالش کشیده شود. وقتی به چالش کشیده شود اینها اجازه بدن برای ناقدین که این تفکر به چالش بکشه. یعنی این کار را هر نکردن. کسی متاسفانه چنین وضعیتی تا هنوز به وجود نیامده، چون هر کسی اگر بخواهد نقد انجام بده به قیمت جانش تمام میشه و طبیعی است که هر کس به خود سانسوری روی میاره. محمد صالح مصلح، استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی، یک جهان ممنون از اینکه فرصت گفتگو را داد. تشکر. سپاسگزارم.